همه دوست داریم که زمان را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم وقت ارزشمند ما به هدر برود و یا همیشه به دنبال این هستیم که از وقت خود در شبانه روز بهترین استفاده را کنیم و هر روز را با یک برنامه منظم شروع کنیم. حالا پرسش این است که چگونه می توانیم آن را مدیریت کنیم؟ اگر به دنبال پاسخ هستید به این توصیه ها که در حقیقت برگرفته از زندگی افراد موفق است توجه کنید، چون از دید آنها این فاکتورها بیشترین زمان شما را ضایع می کند و یا به زبان ساده‌تر قاتل وقت شماست که با دانستن آن می توانید زمانتان را به شکل مؤثر مدیریت کنید. 1. درگیر بودن بیش از حد در صفحات اجتماعی. در حد امکان سعی کنید حضورتان را در شبکه‌های اجتماعی مدیریت کنید و بسیار هدفمند و زمان بندی شده آن را استفاده کنید. 2. روز را بدون برنامه ریزی شروع نکنید. اگر شما روزتان را از شب قبل و یا صبح زود برنامه ریزی نکنید، باعث می شود که در طول روز شما به کارهای مصروف شوید که اصلا هیچ اهمیت ندارند. 3. احساس نگرانی برای چیزهایی که از کنترل شما خارج است. ما اگر قرار باشد در هر مورد غیر مرتبط و دور از کنترل ما برآشفته شویم و ساعتها بی مورد با آن فکر کنیم، دیگر زندگی خود ما فراموش ما خواهد شد و چیزی که از دست می رود زمان است و بس. 4. وقت گذرانی با افراد ناموفق و بی برنامه. بنان در انتخاب حلقه دوستان و یاران خود بسیار حساس و محتاط باشید، چون بسیاری ها احساس میکنند که زمان همیشه در اختیارشان خواهد بود. بنان ساعت ها بی مورد و بی هدف حرف میزنند و یا به زبان عامیانه غیبت میکنند که در نتیجه ساعت های ارزشمند شما هم بدون هیچ سود به هدر میرود. 5. فکر کردن بیش از حد به گذشته. اگر قرار باشد ما همیشه در گذشته زندگی کنیم، پس باید از امروز و آینده دست بشوییم. 6. تمرکز کردن بر روی کارهای دیگران به جای اینکه به کارهای خود توجه کنیم. 7. در اولویت قرار دادن دیگران به جای خودتان. حالا که این موارد را دانستید، پس قدر وقت گرانبهای خویش را بدانید و نگذارید این فاکتورها وقتتان را ویران کند. شما زمانتان را چگونه مدیریت میکنید و از چه روش‌های کار میگیرید؟